دو نفر آموزگاران دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов هنگام گرفتن پاره دستگیر شدند. آنها با راهی فریب به باوری یک شهروند درآمده برای داخل نمودن 30 نفر جوانان از جمهوری ازبکستان به این دانشگاه $12,000 آمریکایی طلب نمودند. در این باره مسئولین ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت اطلاع دادند. باوری یک نفر شهروند درآمده 20 نفر شهروندان جمهوری ازبکستان رو با دانشگاه دولتی خوجند داخل می‌کنفته زیاده از مبلغ $20,000 آمریکایی گرفته فریب نموده با شهروند ضرر مادی رسانده که در تفشی پیش این ضربه با پورگی برقرار کرده شده است. واسه با این حالت نسبت 3 نفر 2 نفر کارمندان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov با ماده 247 قسم 4 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. بعد از اتمام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی برای ماهیتاً بررسی نمودن از روی جای حادثه و سود نهایی جبار رسول فرستاد کرده شده است. این حال از جانب سود مورد بررسی قرار گرفت. در این دوره از جانب مسئولین ریاست 349 عدد جنایت‌های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته آشکار گردیده است. از این مقدار جنایت‌های صادر شده 165 عددش را جنایت‌های وزنین تشکیل می‌دهند. مبلغ ضرر جنایت‌های آشکار گردیده 10.8 میلیون سومانی را تشکیل داده از آن 7.9 میلیون سومانی رویانیده شده است. تمایل زیادشوی جنایت‌ها بیشتر در شهر نویوی خوجند 49 جنایت، انجکین 41 جنایت، باباجان غفورov 39 جنایت، اسفرا 33 جنایت، جبار رسول 32 جنایت، سپیتامین 43 جنایت، کنیبودون 23 جنایت، بلوچستان 13 جنایت و چشم می‌رسد. از روی تحلیل متخصصان در ساحه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی 19 جنایت، معارف 38، تندرستی 27 جنایت، خدمات علاقه 21 جنایت و بانک ها 48 جنایت به قید گرفته شده است. اینچنین جنایت ها در ساحه وزارت مدافعه و زیرساختارهای آن 2 جنایت نسبت 2 نفر آشکار شده است. اطلاع داده شد که در این دوره 2 نفر سرحدبانان دست به جنایتی پاره‌گیری زدند. حادثه مذکور در گذرگاه سرحدی پتر شهر کنیبادام به قید گرفته شده است. سرجری دیدبانگاه سرحدی رقم 12 کشمونهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در شهر کنیبادام یار احمدی است برای گرفتن از یک هنگام آشکار قانونشکنی از یک شهروند 20,000 سومانی طلب کرده گرفته است. در دو حالت گرفته است. نسبتش با ماده 319 قسم 2 یعنی گرفتن پاره و ماده 391 سوء استفاده از وکالت نسبی آشکار جنایت آشکار کرده شده. بعد از گذراندن تفتیش پیشگی پرونده جنایتی با تصدیق فکر کنی و سود حربه‌ای کارگزاران خوجند ارسال کرده شده است. دوام 6 ماه سال روان از جانب مسئولین ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت 78 تفتیش و سنجش‌های مالیوی در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی گذرانیده شده است. در نتیجه به مبلغ 20.3 میلیون سومانی ضرر و کمبودی‌های مالیوی برقرار کرده شدند. گزارش اوغلا رجب و سپان عادل جانف برای برنامه اطلاعاتی امروز.